سلام درود فراوان، وقتتون بخیر باشه. سید علی موسوی هستم، روانشناس کودک در خدمتتونم با این جلسه با موضوع لجبازی کودکان. خب یک مشکل رفتاری بسیار شایع بین کودکان هست و خیلی راحت میشه باهاش مقابله کرد، خیلی راحت میشه لجبازی رو از بین برد. فقط باید چند نکته بسیار ساده رو بدونید که الان من در خدمتتونم که این نکات رو کاملا بهتون بگم. ببینید لجبازی اول ببینیم چیه. وقتی که کودک شروع میکنه مقاومت کردن در برابر شما که به یه خواسته‌ای برسه، حالا این خواسته چیه؟ میتونه پارک باشه، بستنی باشه یا هر چیزی که دلش بخواد. اون شروع میکنه از یه ترفنده‌های استفاده میکنه که شما رو مجبور به انجام اون کارها بکنه و این ترفندها میتونه مفید باشه، میتونه مضر باشه. مثلا پرت کردن وسیله، گاز گرفتن، جیغ زدن، درخواست کردن، خواهش کردن، همه اینا ترفندهایی که یک کودک میتونه از اون استفاده کنه، ولی بر اساس جوابی که میگیره از اون ترفند اون رو بیشتر استفاده میکنه. 3 بار خواهش میکنه، 4 بار خواهش میکنه، 10 بار خواهش میکنه، مامان من اینو میخوام، مامان من اینو میخوام. بعد به هدفش نمیرسه و هر دلیلی یا شما نمیتونید اونو مجابش کنید که این فعلا نباید باشه یا نمیدونید اون موقع چگونه جواب کودکتون رو بدید و موکول بکنید اون رفتار رو یا یه فرجه ازش بگیرید، بعد میره سراغ روش‌های قبل‌تر. روش قبل‌تر چیه؟ از بازگشت استفاده میکنه. بازگشت چیه؟ این بازگشت اینه که من نوزاد وقتی که میخوام به شیر برسم، گشنمه، میخوام به شیر برسم، گریه میکنم. خب میگه از بازگشت استفاده میکنم، گریه میکنه، شاید بعضی موقع جواب بگیره، بعضی موقع جواب نگیره. اگه جواب بگیره گریه بیشتر میشه. بعد یهو میره رو خشم و خشونت، یه چیزی رو پرتاب میکنه. یه جواب میگیره از مامان، یه واکنش عاطفی، مامان دوید سمت من، مامان ریخت به هم، مامان عصبانی شد، مامان به هم ریخت. قدرت مال منه. من تونستم مامان رو کنترل کنم، من تونستم تغییر عاطفی تو مامان ایجاد کنم. بعد شروع میکنه به استفاده از این ابزار به صورت مخرب. رفتیم تو پارک، خب خیلی خوب لجبازی جواب داد، بریم تو فروشگاه، من پفک میخوام، مامان نه برات خوب نیست، من پفک میخوام. بعد یه لحظه میبینه اینجا ماده، خیلی بچه‌ها تیزن، باور کنید خیلی خوب ما رو کنترل میکنن. میگه اینجا جاشه، اینجا جاییه که من با خودم رو زمین بغلطونم. چرا؟ چون هم لباسم کثیف میشه، هم واکنش عاطفی مامان خیلی شدیده، هم که مامان نمیتونه از هیچ تنبیهی استفاده کنه. نگاه ناظر اجتماعی روشه. خیلی بچه‌ها حرفه‌این، ما رو تشه میبرن، پا برمیگردن. وقت یک مادر، یک پدر حرفه‌ای در روابط میتونه نذاره به اون سرحد لجبازی برسه. شما باید در قبل از اینکه این لجبازی شکل بگیره بتونید راهکارش رو داشته باشید. شما باید تنبیه مناسب داشته باشید. تنبیه مناسب. شما باید دائم تشویق کنید. خب پرت نشین. وقتی که کودک شما لجبازی میکنه، شما 3 تا کار باید انجام بدید. 3 تا کار طلایی که اون موقع توی اون لحظه دیگه هر چی اتفاق افتاده لجبازی شکل گرفته، دیگه شما هیچ کارش نمیتونید بکنید. این 3 تا کار حتما انجام بدید. 1. دور کردن عامل لجبازی. توی فروشگاهی داره لجبازی میکنه، سریع برید به سمت لاین ماکارونیا یا برید سریع سمت لاین پوشاک. خب سریع از اون موقعیت دور بشید یا عامل لجبازی رو دور کنید. مثلا روی یه اسباب بازی یا چیزی بحثی شده، دعوا شده یا هر چی داره لجبازی میکنه، سریع اون عامل رو دور کنید. خب 2. وقتی که اون عامل رو دور کردید، یه ترفند حرفه‌ای بزنید. اون دست خودته. مادر یا پدر میدونه الان من چیکار کنم کودکم هیجان مثبت بگیره و بخنده. سریع اون ترفند رو بزن. مثلا من خودم دخترم وقتی که لجبازی میکنه، همه بچه‌ها لجبازی میکنن، دختر من لجبازی میکنه، من سری بغلش میکنم و شروع میکنیم به چرخیدن. جایی که شروع میکنم به مثلا میگم وای مارموش میدوام سمتش، یا که ادای حیوانو در میارم، هیچ اشکالی نداره. شما با کودک طرفید، این روش رو استفاده نکنید، مجبورید از تنبیه ها استفاده کنید که تنبیه اثر سوءش بسیار بالاست. پس 1
دور کنید کودک رو از اون موقعیت یا عامل لجبازی رو دور کنید. 2 حال کودک رو به هیجان مثبت عوض کنید. سریع موقعیت رو عوض کنید، سریع ترفند لذت بخش رو بزنید. قلقلک، بغل، بوس، دویدن، پریدن، جیغ، یه صدای خنده‌دار، یه جوک، همه اینا میتونه موثر باشه. و سه قانون مادر بزرگ. قانون مادر بزرگ چیه؟ اگر مشقاتو نوشتی، اگر این کارو کردی، بعدش میریم پارک. اگر این کارو کردی، بعدش این اتفاق میفته. یه اتفاق خوشایند، یه اتفاق خوب. این اشتباه نکن، خواهش میکنم. قانون مادر بزرگ برعکس نداره. باز میگم قانون مادر بزرگ برعکس نداره. یعنی چی؟ یعنی این نیست بریم پارک بعد بیا کارتو انجام بده. پارکشو میره، کارش هم انجام نمیده. پس اینو بدونید، قانون مادر بزرگ برعکس نداره. حتما از این 3 نکته استفاده کنید، بهترین نتیجه رو خواهید گرفت. انشالله در فایل های بعدی خیلی مفصل‌تر در مورد لجبازی صحبت میکنم که کاملا روش های مختلف رو بدونید و ما روی تنبیه خیلی کار داریم که چه تنبیه هایی باید استفاده کنیم. همیشه نمیشه تشویق باشه، چه تنبیه های محرومیت سازی، حالا نسبت به سن، زمان محرومیت سازی، موقع پرتاب کردن یک چیز شما چیکار باید انجام کنید، واکنشتون چیه، حرف بد میزنه چیکار میکنه، گاز میگیره چیکار میکنه، سرکوبیدن به زمین رو توی لجبازی چیکار میکنه، همه رو یکی یکی در فایل های بعد خدمتتون خواهم گفت. موسوی هستم، روانشناس کودک در خدمت شما.